در ترکش روزی 26 اپریل در بندر شهید رجایی مشهور به بندر عباس ایران تقریباً 50 نفر جان باخته بیش از 1000 کسی دیگر مجروح شدند. رسانه ها با تکیه به منابع خود گفتند مواد کیمیایی که از چین برای ساختن موشک آورده میشد ترکیده است. مقامات ایران این ادعا را رد کرده میگویند که تحقیق هنوز به پایان نرسیده است. در نوارها دیده می شود که در آغاز یک آتش خرد سر می زند و پس از چند دامنه آن وسیع شده ترکیش به وجود می آید. ترکیش و آتش و دود آن به حدی بود که حکومت مجبور شد در این مکتب و کارخانه ها را در این منطقه ببندد. در نوارهایی که از جای حادثه نشر شدند ده ها وگان و ماشین های پاره پاره دیده می شوند. در 2 روز آخر تلاش شد که با ماشین های آبپاش و چرخبال ها آتش را خاموش کنند، ولی هنوز در محل حادثه دود دیده می شود. مسعود پزشکیان پرزیدنت ایران به دیدار شخصان مجروح رفت. دستورات لازم به وزیر محترم بهداشت و مجموعه کارشناسا داده شده که با قدرت دارن مشکلات رو پیگیری میکنن، حل میکنن و امیدوارم هرچه سریعتر بتونیم مشکلاتی رو که ایجاد شده رو حل کنیم و انشالله حتما حل خواهیم کرد. مقامات ایران میگویند که از 1000 شخص مجروح حدود 200 نفر در بیمارستان بستری هستند. بندر عباس در خلیج فارس از مهمترین پایگاه‌های انتقال مال و محصولات در منطقه است. از طریق این بندر مال و محصولات ایران به کشورهای دیگر دنیا و از آن طرف به ایران انتقال می‌یابد. حالا کار این بندر قطع شده است و معلوم نیست که کی از سر گرفته می شود.